سلام. تصمیم گرفتم که بعضی از قصه ها رو در کانالم به صورت تصویری براتون بخونم و باهاتون بیشتر در ارتباط باشم. میخوام امروز یه داستانی رو براتون بخونم و تعریف کنم. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرین. پس تا انتها همراه من باشید. داستان 5 ثانیه تا مرگ. صدای کشیده شدن طناب روی چوب در سکوت سحرگاهی زندان پیچید. ساعت دقیقاً 5:59 صبح بود. مه غلیظی محوطه اجرای حکم را پوشانده بود و نور زرد چراغ‌ها سایه مأموران را روی زمین کشیده بود. همه چیز آماده بود. فقط یک نفر هنوز امیدش را از دست نداده بود. امیر، جوانی 20 ساله که تا چند دقیقه دیگر قرار بود آخرین نفسش را بکشد. دستانش از پشت بسته شده بود، اما نگاهش روی در آهنی زندان قفل شده بود. انگار منتظر کسی بود. یکی از مأموران آرام گفت: دیگر منتظر نباش پسر. اگر قرار بود رضایتی باشه تا الان میرسید. امیر چیزی نگفت. فقط چشمانش را بست. 3 سال قبل. او و بهترین دوستش بعد از یک مسابقه فوتبال با چند جوان دیگر درگیر شدند. همه چیز در چند ثانیه اتفاق افتاد. هل دادن، فریاد، یک چاقو و بعد سکوت. جوانی روی آسفالت افتاد. امیر همان لحظه زانو زد و سعی کرد خون را بند بیاورد، اما دیر شده بود. دادگاه قتل عمد را احراز کرد و حکم قصاص صادر شد. از آن روز مادر امیر هر هفته جلوی خانه خانواده مقتول می رفت. گاهی گل می برد، گاهی نامه. گاهی فقط پشت در می ایستاد و گریه می کرد. اما هیچ جوابی نمی شنید. حالا روز اجرای حکم فرا رسیده بود. قاضی وارد محوطه شد. همه ایستادند. پرونده را بست و گفت: آخرین استعلام. خانواده مقتول همچنان بر اجرای حکم اصرار دارند. صدای گریه مادر امیر بلند شد. او خودش را به سمت مأموران انداخت و فریاد زد: فقط بذارید ببینمش. فقط یک بار. مأموران او را نگه داشتند. امیر مادرش را دید. لبخند زد. لبخندی که بیشتر شبیه خداحافظی بود. او آرام گفت: مامان، دیگه گریه نکن. طناب دور گردنش قرار گرفت. باد سردی وزید. پرنده‌ای از روی دیوار زندان پر کشید. همه ساکت بودند. حتی نفس‌ها شنیده می‌شد. قاضی دستش را بالا آورد. آماده. در همان لحظه صدای ترمز یک خودرو سکوت را شکست. همه برگشتند. یک خودروی مشکی با سرعت جلوی زندان ایستاد. در باز شد. مردی میان سال نفس زنان بیرون آمد. پدر مقتول بود. همه تصور کردند آمده تا شاهد اجرای حکم باشد. اما ناگهان فریاد زد: صبر کنید. همه خشکشان زد. او به سختی نفس می‌کشید. برگه‌ای را از جیبش بیرون آورد. اما دستش می‌لرزید. قاضی پرسید: تصمیم شما چیست؟ مرد به امیر خیره شد. چند ثانیه طولانی گذشت. بعد آرام گفت: دیشب خواب پسرم را دیدم. هیچ کس حرفی نزد. او ادامه داد: در خواب به من گفت: بابا، انتقام مرا نگیر. بگذار یک زندگی دیگر ادامه پیدا کند. اشک از چشمان مرد سرازیر شد. برگه را بالا گرفت. رضایتنامه رسمی.
اما درست همان لحظه باد شدیدی وزید. برگه از دستش رها شد، روی زمین افتاد، زیر پای جمعیت گم شد. چند نفر برای برداشتنش دویدند. ثانیه ها می گذشت. قاضی به ساعت نگاه کرد. زمان اجرای حکم تمام شده بود. اگر برگه پیدا نمی شد، قانون اجازه توقف بیشتر را نمی داد. مادر امیر از شدت اضطراب بیهوش شد. امیر فقط به آسمان نگاه می کرد. زیر لب گفت خدایا اگر قرار است تمام شود فقط مراقب مادرم باش. ناگهان دختر بچه‌ای که کنار پدر مقتول ایستاده بود برگه را از روی زمین برداشت. با دستهای کوچکش آن را بالا گرفت و گفت اینجاست. همه نگاه ها به سمت او برگشت. قاضی برگه را گرفت. امضاها را بررسی کرد. سکوتی سنگین حاکم شد. بعد جمله‌ای را گفت که همه منتظرش بودند. با اعلام رضایت اولیای دم اجرای حکم متوقف می شود. طناب از گردن امیر باز شد. او روی زمین افتاد. گریه نمی کرد. فقط خاک را در مشت گرفته بود. انگار می خواست مطمئن شود هنوز زنده است. پدر مقتول به سمت او رفت. همه تصور کردند چیزی خواهد گفت، اما فقط او را در آغوش گرفت. هیچ جمله‌ای تأثیرگذارتر از آن سکوت نبود. 2 سال بعد امیر در همان زندانی که روزی منتظر مرگش بود به عنوان مربی کلاس‌های کنترل خشم برای نوجوانان داوطلب شد. روی دیوار کلاس فقط یک جمله نوشته بود: گاهی بین مرگ و زندگی فقط یک بخشش فاصله است. اگر آن روز آن پدر دلش را به نفرت می سپرد، یک جوان دیگر هم زیر خاک می رفت. اما او راه سخت‌تر را انتخاب کرد، راه بخشش. شاید همین بزرگترین شجاعت یک انسان باشد. پایان داستان ما. امیدوارم که با شنیدن این داستان حسابی لذت برده باشید.